خونی جگر بشوید، ولی وقتی که یه روزی سخت براتون میاد باید اونا برخیزن از شما پشتیبانی کنن، این پشتیبانی نمیبینید. ببینید همین هفته نامه‌های آزادگان بود، هفته نامه نگاه بود، ملت بود، ملت حالی هم در شکل اینترنتی وجود دارد. ببینید اینها همیشه از درد مردم میگفتند، از درد مردم میگفتند، خودشون رو در بلا میگذاشتن ولی از درد مردم میگفتند. ولی وقتی که اینها بسته شد این مردم هیچ کدومش نامد اعتراض بکنند که چرا این نشریه ها که از درد ما میگفتند، از ما جانبداری میکردند، صدای ما بودند، چرا بسته شدند؟ این هم باعث میشود که روشنفکرای ما کمی دلسرد باشند از مردمشان. ولی اصلا برگردیم اینکه مردم در این حال هستند، این گونه مردم هستند، باز هم گناه خودی روشنفکرها است. و مثل من بعضی یک روا هستن که به هیچ نگاه کاره که حرفش ادامه میتید، حرفش همیشه میگوید. من بعضا وقت تنها برای تسکین دل خودم میگویم. من میدونم که هیچ تأثیری ندارد ولی برای تسکین دل خودم میگویم. خب یا وقت گفتم که همین قورباغه وقتی که پخش میکنید وقت میگوید ما انسانیم، درست. چرا در زیر اینقدر همین فشارها ما باید لبی بسته گردیم؟ من این چیزا بیشتر چیزایی که میگویم برای تسکین دل خودم میگم. گاه همون شرح کامنت ها رو میبینید که پست های فیسبوکی رو میبینید از اون که اونجا مثلا شخصانی هستن که خب روزنامه‌نگار هستن، خب در دیگه ساعت کار میکنن و معلوم میشود که کم خواندن یا اندک خواندن یا عموما سوادی کافی ندارن. وقتی که با این گونه افراد روبرو میشود چیکار میکنید استاد؟ وقتی که میبینید یا میخونید یا عموما در زندگی روبرو میشود چیکار میکنید؟ فرار میکنید یا چیزی رو میفهمونید یا باهاشون صحبت میکنید؟ چیکار میکنید در این مورد؟ دلتون میسوزد عموما برای با بعضیش دلم میسوزد، میخوام که فهمونم. با اون کسایی که فهمیدن نمیخوان دیگر بیشترش که خاموش باشید در برابر این. خب چی میشود کرد؟ و همینطور است دیگر. ولی بیشتر آنهای برای جامعه خطرناک هستند که نادانها نه و داناها هم نه، نیمچه ملاها، آن کسی که اندکی میدوند و با اون اندکش گمان میکند که همه عالم رو میدوند و کسی پسند نمیکند. این نتیجه خرد انکشاف نیافته است، نتیجه عقل خام است، عقل نیمپس که هنوز نپخته است، نرسیده است. نتیجه همین، با اونها بحث کردن فایده ندارد.